پله؟ اسکله اونجاست پایین. اسکله اونجا. بله. نه از این درست. والا من نمیتونم ببینم. چشم ضعیفه. نه. همشون لباس سربازی پوشیدن. بله. هم دخترها هم پسر. بله همش سربازی پوشیدن. شهری بار مالم تو داخل دیگه. 3 شهری بار. 3 شهری داری 320. بله. 1320 میشه چی میلادی؟ میشه 65 سال پیش. شما الان چند سالتون آقای موسی؟ من 72 تا بالا باشه. یعنی موقع 8-9 سالتون؟ بله. وقت شما به عنوان بچه میشستی تماشا میکردی؟ تماشا میکردیم. فقط اینجا به ما گفتن اینا همه اسیر جنگیه. چه شکلی بودن؟ والا اونجا که دیدیم جنگیروشون خیلی خوب بود. باید این لباس نظامی رو میپوشیدن، خیلی تیپ و خوب باشن. بیشتر چششون آبی بود. رایستری بود. چششون آبی. اینجا میگیم زاغ بود. ولی مردم های خوبی بودن. همینجا شوهر کسی؟ تهران. حالا تهرانه. اونم فوت شده. خدا بخشه بیامرز. امروز سرنوشت انسان مشخص نمیشه که. کجا دنیا میاد، کجا میمیره، چی میشه، لهستان کجا، اینجا کجا. یعنی اینجا یه ته مردن، یه ته رفتن، یه ته ازدواج کردن. این سرنوشت انسان دیگه معلوم نمیشه چی میشه. Men modermælken. Jeg lærte at leve med smerten. Lærte at tilpasse mig og holde lav profil. Jeg tror, mine forældre valgte at gøre det samme. Men snart skulle de igen opleve, at deres tilværelse blev truet af store politiske konflikter. Jeg rejser væk herfra. I mine tanker vil jeg aldrig forlade dette land og disse mennesker. گفتم که ز خردی دل من نیست پدید، غمهای بزرگ تو در او چون گنجید. گفتا که ز دل به دیده باید نگرید، خرد است و در او بزرگها بتوانید.